الله خاتمه ما را بخیر کند. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربی زدنی علما. الله خاتمه ما را بخیر کند. در گذشته ما شما در مورد مرگ و لحظات مرگ و آخرین لحظات مرگ که چه حالات و چه مشکلات و چه سختی هایی برای یک انسان پیش می آید اشاره نمودیم. انسان هرگز در اعمال ظاهری خود اطمینان نداشته باشد. ببینین ما ای که آخری ما چی میشه و ما از دنیا چطور میریم اون را اعتبار کرده میشود و ای که ما 2 رکعت نماز میخوانیم، تسبیحات میگوییم، ذکر میکنیم، خیرات میکنیم، صدقات میکنیم، به اینها فریب نخوریم که ما اینقدر کارهای خیر کردیم، اینقدر کارهای نیک و پسندیده کردیم و اینقدر این کردیم و او کردیم. نه، در این چیزها ما شما فریب نخوریم، بلکه همیشه در بیم و ترس بوده باشد که معلوم نیست خاتمه من چگونه خواهد شد. علما نوشتند که غلبه خوف خداوندی باید که در زندگی انسان بوده باشد و تا به لحظات اخیر زندگی توجه و امید به رحمت خداوندی نیز داشته باشد. هم خوفی از پروردگار داشته باشیم و هم امیدی از رحمت پروردگار داشته باشیم، زیرا که اصلا خاتمه انسان اعتبار دارد. اصل آنچه که معتبر هست خاتمه ما هست که اخیر ما چی میشه، زیرا که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم ارشاد فرمودند: ان الرجل لیعمل الزمان الطویل بعمل اهل الجنه ثم یختم له عمله بعمل اهل النار و ان الرجل لیعمل الزمان الطویل بعمل اهل النار ثم یختم له بعمل اهل الجنه. یقینا که گاه انسان در یک مدت طویل اعمال اهل بهشت را انجام می دهد مگر ختم اعمالش به عمل اهل جهنم می شود. پورا 50 سال 60 سال 70 سال مسلمان بود، روزه گرفت، نماز خواند، حج کرد، او و غیره، اما کارهای نیک را کرد، اما خدای نخواسته نعوذ بالله من ذلک در آخرین لحظات زندگی عمرش از دنیا به ایمان می رود یا یک کار دیگری می کند. و گاه انسان در طی یک مدت طویل اعمال اهل جهنم را می کند مگر خاتمه اعمالش به عمل اهل بهشت می گردد. حالا بسیار نفرها را مشاهده کرده باشین که سالهای طولانی چقدر انسانهای فاسق و فاجر و بدبخت بوده ولی در اخیر عمرش انسان نیک و صالح شده، متقی شده، نمازخوان شده، روزه‌گیر شده و انسان نیک و انسان خوبی شدگی هست. یک حدیث در بخاری شریف روایت است: انما الاعمال بالخواتم، یعنی معیار پذیرش اعمال به چگونگی ختم زندگی هر انسان ارتباط دارد. ختم ما اعتبار دارد، بین و اول و گپای ما اعتبار ندارد. لذا همیشه سعی کرده شود و از الله تعالی با عذر و زاری دعا کرده شود که از فضل و کرم خود نیکویی خاتمه زندگی را نصیب بفرماید و به اعتبار عمل صالح در بهترین وقت به بارگاه ایزد متعال حاضری نصیب شود. حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها می فرمایند که اکثرا حضور اقدس صلی الله علیه و سلم چنین دعا می فرمودند: ای پروردگار برگرداننده قلبها، قلب مرا در فرمانبرداری خود ثابت نگه دار. من پرسیدم یا رسول الله صلی الله علیه و سلم چرا شما اکثرا این دعا را می کنید و شما نسبت به کدام چیز اندیشه دارید؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در جواب فرمودند: ای عایشه، من چگونه نسبت به خود اطمینان داشته باشم در حالی که تمام قلبهای انسانها در میان 2 انگشت پروردگار قرار دارد. او هر وقت که بخواهد و از هر بنده را که بخواهد به برگشتاندنش به هر طرفی که بخواهد قادر است. یعنی کل قلبهای انسانهای مسلمان و مؤمنی که هست در تصرف پروردگار است. الله خواست هر طرف که تغییر داد تغییر می‌دهد. از این رو پس ما در اندیشه از این هستیم که خدای نخواسته الله تبارک و تعالی نشود که همین پوره زندگی